که ما در خارج از کشور کردیم و با خطاهای بسیار زیادی هم همراه بود. حالا وقتش نیست. اما دوستان عزیز، صحبت من امروز در مورد تیتر صحبت من راجع به جنبش ملی ایرانیان و مختصات نظم دموکراتیکه. اجازه بدید که من 1-2 دقیقه برای از این فرصت 10-12 دقیقه خودم رو این صحنه رو ترسیم بکنم. صحنه اینطوره: ایرانی رسیده به روزهای آخرش، سرنوشت سازش، حداقل از نگاه ما، رژیمی در حال ریزش و نابودی. دولت‌های بیگانه روس و چین سالها بردند و باز هم در تدارک اینن که یک حیله جدید، یک استعماره جدید، یک کودتای جدید ایران در واقع ثروتمند رو از دست نداد. پایگاهاشون رو دارن، چرا باید از دست بدن؟ اون طرف کشورهای دیگری که سالیان طولانی، اتحادیه اروپا، جوزف بورل، که ما همه جور جان کندیم، اتحادیه جلوی ما ایستاده بود، پارلمان با ما همجهت بود، اتحادیه توضیح میدادن که آقای بورل موافق نیست. آمریکای بایدن، دموکرات ها، منافع آمریکا، یعنی دولت های بیگانه. حالا این دور چه خواهد شد بحث دیگری است. در مقابل اراده ملت، اراده حتی دولت های بیگانه هم ضد اراده ملی ما بود و استثمار در ابعاد جدید، یک دولت راندخار. بنابراین صحنه را اگه اینطور ببینیم و خطرهای جدید، امکان ترکیه که میخواد شاید بخشی از غرب کشور رو بخواد بگیره، ما نمیدونیم، وضعیت‌های خطرناک زیادی هست. بنابراین اگر حکومت رو در حال ریزش و در حال تباهی و زوال ببینیم، دولت‌های غربی و دولت‌های چین و روسیه رو در شرایطی که کوتاه گفتم قطب دیگر ببینیم، مردم که در واقع اراده امروز صحبت من اینه که مردم، جنبش ملی، اراده ملت ایران، بیشتر صحبت من به این مسئله اختصاص پیدا میکنه. قطب اساسی اصلی، قطب اول مردم هست که سرنوشت ایران رو میخواد تعیین بکنه. قطب دولت‌های خارج بیگانه، حکومت که باید سرنگون بشه، و یک نیروی قطب دیگری هست که نیروهای اپوزیسیون، در واقع جزئی از مردمند که وظایفی دارن که نظم دموکراتیک رو در آینده مستقر بکنه. پس بین صحنه در واقع ترسیم میشه بین 4 قطب و 4 قوا که به هر حال متفاوتند: مردم، حکومت، دولت‌های گوناگون غربی و شرقی و نیروهای اپوزیسیون که بخشیش البته یک نیروی بالقوه است و بخشیش هم به هر حال به فعل تبدیل شده. بحث اصلی من در واقع اراده ملت ایران، جنبش ملی ایرانیان و مسئله اشکال اون اراده است. دوستان عزیز که در اینجا حضور دارن، جنبش‌های دادخواهی رو توصیف کردن. در صحبتاشون این بوده که این جنبش‌های دادخواهی اجزای گوناگونی از مبارزه علیه تبعیض بوده، حرکت زنان بوده، حرکت جوانانی بوده که از دور قبل اومدن به میدان. یعنی در واقع خود این جنبش دادخواهی یک جنبش ترکیبی است. هر دور پس از یک جنبشی اون چیزی که ازش مافسد و چکاد اون باقی میموند میپیوستن به یک به هر حال قشرهای جدیدی از دادخواهان 67 قبل از اون دادخواهانی که از زمان کردستان و بودند. پس من جنبش ها رو اینطور کوتاه تقسیم میکنم. میدونم فرصت بسیار کوتاه. جنبش در واقع در ایران، یا حالا بعضی ها میگن خیزش یا میگن حرکت، فرق نمیکنه. جنبش هایی که مربوط به زنان بود از اون جنبش های دیرین در ایران بودند. جنبشی بود درونزا، جنبشی بود فراگیر، چون نیمی از جمعیت بود، توش کارگر بود، توش روستایی بود، کارمندان بودن، زنان و روشنفکر بودن. یک جنبش فراگیر بود، یک جنبش پرسابقه، دیرها، جنبشی بود بالنده و هر دوری عوض میشد و در واقع جنبش ساختار شکن بود. جنبشی بود که میخواست به نظم دموکراتیک هم برسه. بنابراین این جنبش مختصات درونزایی، فراگیری، پایداری و جنبش دیرین بودن و اینکه یک روز میخواست یفتانکشان بیاد و حتی قدرت سیاسی رو هم عوض بکنه. این جنبشی است با اصالت و دیرین.
جنبش های جوانان کشور هم همینطور بوده. جوانانی که از اون دوران اومدن بیرون اعدام شدن، جوان دانشجو بود، جوان دانش آموز بود، جوان محلات بود، جوان کشاورز بود. تقریبا مختصات شاید اگر نیمی از جمعیت کشور در اون موقع زن بودند، شاید در دوره‌های گوناگون 20 تا 40% جامعه ایران جوانان بودند. پس این هم یک جنبشی است به هر حال فراگیر. تا حدوداً 30 سال پیش یا تا پایان در واقع دوره 88 جنبش‌های گوناگونی هم بود. در واقع جنبش شهرهای مناطقی از شهرها، جنبش‌های گوناگون، رشته‌های کارگر بود که یک جنبش قدیمی بود، یک جنبش خواستهای مطالباتی داشت. سالیان طولانی این جنبش صنفی و مدنی بود. بنابراین اگر جنبش قشرهای جامعه رو و ضمناً جنبش‌هایی داشتیم که منطقه‌ای بود، یعنی جنبش ترکمن صحرا، نسل ما در گیلان ایستاد، در کردستان ایستاد، در ترکمن صحرا ایستاد. نسل ما همینطوری نداد که ما بگیم 5 هفته در واقع رژیم رو ساخت. ما مقاومت کردیم ولی شکست خوردیم. کی اینو ندید؟ اونهایی که این زندگی رو کردن میدونن. ما برای این بیشترین کشتگان رو دادیم. ما برای آزادی اومده بودیم وسط. درسته که آزادی تعریفش در اون دوره کامل نبود، حقوق بشری نبود، اما ما ایستادیم. ما در همه جا ایستادیم. بنابراین اون جنبش در واقع در قسمت‌های از استان‌های کشور، شهروندان کرد، شهروندان ترکمن، شهروندان عرب و خوزی و بلوچ و اینها جریان داشت. پس اگه ببینیم در واقع این جنبش‌ها، اجازه بدید من یک کمی